1 2 3 1 2 3. خیلی هیجان دارم بچه‌ها. فکر می‌کنم اولین باری که دارم این کار رو انجام میدم توی لایو و میخواستم بهتون بگم که به ویژه برنامه یلدای 1404 یا اینجوری بهتون بگم به ویژه برنامه یلدای 1404 خوش اومدید. البته ببخشید، خوش اومدید. چه خبر برای بچه؟ خوش اومدید به ویژه برنامه یلدای امسال که قرار بود همونجوری که بهتون قول دادم اون رو به صورت لایو، به صورت زنده در کنار همدیگه برگزارش بکنیم و یکی از دلایلی که باعث شد این اتفاق بیفته و من بخوام که برنامه یلدای امسال رو به صورت لایو برگزار بکنم این بودش که متاسفانه سفره خیلی ها کوچیک شده. متاسفانه خیلی ها شاید مثل سالهای قبل نمیتونن میوه و آجیل و اون ملزوماتی که برای یه سفره یلدا باید فراهم کنیم رو نتونسته باشن فراهم کنن و من هم به نوبه خودم خواستم که یک جوری یلدای امسال رو برگزار بکنم که خدایی نکرده کسی که نتونسته این کارها رو انجام بده، نتونسته چیزی فراهم بکنه، شرمنده کسی هم نتونه باشه. چرا که اگر وضع اوضاع اینجوریه تقصیر هیچ کسی نیست، تقصیر ماها نیست یعنی. و اینکه خواستم یلدای امسال رو که اصلش دور هم بودنه، اصلش کنار هم جمع شدنه، با هم صحبت کردنه، با هم گپ و گفت داشتنه و خواستم اون رو به صورت اصیلش برگزار بکنم و خیلی ساده، خیلی خودمونی مثل لایو هایی که اجرا میکنیم گفتم یلدای امسال رو هم لایو در خدمت شما عزیزان باشیم. میریم که یلدای امسال رو شروع بکنیم. پیش از این که بریم برنامه رو شروع بکنیم، پیش از این که بیش از این وقت رو هدر بدیم، همینجا میخوام بهتون بگم که یلداتون مبارک، شب چلتون مبارک و اینکه دلتون شاد باشه، تنتون سالم باشه کنار عزیزانتون. این شب باستانی رو، این شب دوست داشتنی رو بریم که با هم دیگه سپری بکنیم. میریم سراغ آیتم های امشبمون. سلام بچه، خوش اومدید به یلدای خوش اومدید به یلدای امسال. امیدوارم که هر جایی هستید خوب و خوش و خرم باشید. از هر دیوایسی که دارید منو میبینید، حالا چه موبایل باشه، چه پی سی باشه، چه تلویزیون، از کنار دیوایساتون جدا نشید که امشب مهمونهای خیلی ویژه‌ای خواهیم داشت و به نظر من که بدون معطلی، بدون اینکه وقت رو هدر بدیم، بریم که در خدمت مهمانان امشبمون باشیم. اولین مهمان خیلی کم شد. اولین مهمان بهادر، دوست خوب من، بازیگر تئاتر و اینکه صدای منو داری بهادر؟ خب بهادر، گوشیت رو اتوروتیتش رو روشن کن که گوشیت بچرخه و اینکه برگردون گوشیت رو، روتیت رو روشن کن، برگردون گوشیتو که ببین اگر بخوام این کارو بکنیم باید یه چند دقیقه ما فرصت بدیم که گوشیم وصل به یکی دیگه بشه. خب پس من قطع میکنم این کارو انجام بده بی زحمت، چون بچه‌ها دارن به صورت اینجوری افقی میبینن.
عمودی تصویر کامل. فعلا با بچه‌ها یکم گپ و گفت داشته باشیم. سلام میکنم به تمام برابچی که به ما ملحق شدن، سلام میکنم به تمام رفیقای گلم، به تمام عزیزانی که همین الان شب یلدا با من در کنار من هستن. امیدوارم که شب یلدا شب خوبی باشه براتون و اینکه سال پیش رو، عید نیستش البته، میگم سال پیش رو، یلدای همگیتون مبارک بچه‌ها، یلدای همگیتون مبارک. امشب برنامه‌های زیبایی داریم و برنامه‌های زیادی داریم، برنامه‌های زیبا با مهمون‌های عزیز، با مهمون‌های زیبا و اینکه حرف‌هایی قراره امشب زده بشه که دیدی میگن هر حرفی بزنی علیه تو دادگاه استفاده میشه. قراره از اون حرفا زده بشه امشب، از اون حرفای خیلی جالب. و اینکه بچه‌ها یه موضوعی هم بهتون بگم، لایو اینجا که تموم بشه و به پایان برسه امشب، ما 1-2 ساعت هستیم امشب، بعد از اینکه به پایان برسه قراره لایو به صورت کامل توی این کانال قرار بگیره. اینو بهتون نشون بدم. بس میوزیک فیلم بچه این اینجا بس میوزیک فیلم قراره توی این کانال پخش بشه که بعد اینکه ادیت شد میذارم همه اینا رو. و نسخه ادیت شده احساس میکنم نسخه کاملی نباشه، چون به نسبت اینکه چه حرفایی زده میشه، چه اتفاقاتی میفته، شاید من حذویات داشته باشم. نگید که نگفتم. پس تو خاطرتون این رو داشته باشید که احتمال داره نسخه ادیت شده نسخه دستکاری شده باشه، یه سری چیزها رو شاید از دست بدید. پس بهتون پیشنهاد میکنم که توی لایو امشب حتما حضور داشته باشید. بذارید بچه‌ها من این نما رو هم بهتون نشون بدم. این نما رو خیلی دوست دارم، یه لحظه صبر کنید، بذارید من نورش رو روشن بکنم از اینجا. این نما رو خیلی دوست دارم بچه‌ها، چون این نما از شما به من رسیده بچه‌ها. این دوستانی که استودیو میلاد رو دیدن با این نما آشنا هستن عزیزان دل. این نما اون نماست. ما 6 ماه تمام توی این بک‌گراند برنامه اجرا کردیم عزیزان و واقعا روزای قشنگی بود و اینکه دوباره برگردیم به من میریم ببینیم که بهادر به نظرتون درست شده. بهادر چرا اینجوری شده بنده خدا؟ بهادر داداش فکر میکنم ما هم یه نویزهای ریزی داریم اگه اشتباه نکنم. چرا امشب اینجوری شد بچه ها برناممون؟ صدای دیپ است، اینجوری صدای دیپ دوست دارید یا نه؟ خب بذارید ببینیم که بگذارید دوره تست بکنیم. بچه برنامه زنده است، به هر حال اتفاق میفته دیگه. بذارید ببینیم ما یه مهمون دیگه بیاریم. بگذارید یک مهمانی دیگر بیاوریم. خب بذارید من مهندس میسی رو آمار بگیرم ببینم که بچه ها البته شب یلدا دوستان مهمون هم دارند، پس نمیشه خورده گرفتشون. الان من از سر مهمونی دارم این بند خداها رو پیدا میکنم و اینکه بذار بگیرمش سلام و درود مهندس. یه زحمتی میکشی؟ جان اوتو روتیت گوشیت رو روشن میکنی، گوشیت رو برگردونی. چه چهره جذابی داریم میبینیم ما
بچه شما نمیتونید فعلا اینجا ببینید. کمه. شما فعلا ندادم تصویر تو بچه‌ها. احساس میکنم با دیدن تصویر شما خودزنی ها اتفاق. امشب بچه‌ها میثم رو اگه ببینید آوارت ما من یه جا پیدا کنم نور داشته باشه. آقا نورش خوبه، عالی بود نورش. آره عالیه. شما فقط گوشیت رو روتیتش رو روشن کن و برگردون گوشیت رو بی زحمت. آها گوشیمو برگردونم. آره اینجوری باشه. نه داداش روتیت گوشیت رو روشن کن از بالا. اینجوری میگی. آره روتیت آفری. اینو بگو. آره ما الان یه مهمونه دیگه داشتیم، تماس برقرار نشد دیگه. گفتم با شما یه صحبتی بکنیم برگردیم به اون مهمون دوباره. امشب ولتون نمی کنم، امشب اینجا نگرتون خواهم داشت بچه‌ها. امشب چه شبی؟ چه شبیست از من؟ چه شبیست؟ چه شبیست شما بگو. دیدی تلویزیون چوسی میان تصویر منو خواهشن صدای ما رو از تلفن بشنوید، صدای تلویزیونتون رو کم کنید. دارید منو نگاه میکنید یا نه؟ من تو واتساپ دارم. تو واتساپی دیگه، تماس تلفنی. عالی تماس تلفنی درسته؟ خب بگذار یه مقدار من ببخشید شما رو اینجوری کنم. خب آماده ای مهندس؟ با آماده هم باید بیان همینجا وایستم. الان تو یوتیوبیم، ما الان در حال حاضر تو یوتیوبیم داداش من. چرا من یوتیوب رو نمیبینم؟ خب یوتیوب رو نمیبینی به خاطر اینکه من دارم لایو میرم. خب 1 2 3 میگم دیگه میای توی لایومون. 1 2 3 سلام. سلام بر تو استاد میسی، چه خبر؟ سلام. چیکارا میکنی؟ سلام علیکم. خوبی خوشی سلامتی؟ قربونت برم. من صدای خودم رو برمیگرده به اونی بزن. یعنی چیکار کنم من الان؟ من الان احتمالا صدای من از اونجایی که پخش میشه دوباره صدای خودم برمیگرده برای خودم. احتمال توی یوتیوب داری نگاه میکنی شما؟ من الان توی چیزم واتساپ ندیده دیگه. همون واتساپ دیگه. تو واتساپ هم مشکل داری؟ آره الان این مشکل من هست. چرا؟ آخه چرا واقعا؟ چرا مشکل داری الان؟ من آدم مشکل داری. بچه صدای میثم الان صدای منو داری میشه؟ آقا چای دیگه ایشالله. مثلا چای خوشتم. چای ایشالله. چای ماسالله. شب یلدا توی قرمز خوردیم. آره چای ماسالله یزید تو. خب آقا خوش اومدی به برنامه ما، خوش اومدی به شب یلدای ما. امیدوارم که شب یلدای خوبی داشته باشی و اینکه شب یلدا پر از سلامتی باشه برات، خودت، خانواده عزیزت، بچه‌های گلت، و اینکه اگه سلام علیکی داری با بچه‌ها میخوای انجام بدی سلام علیکم تا بریم. من چون فضا رو میبینم من سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیز که الان دارن ما رو از کامل میلاد عزیز میدونم. شب یلداتون مبارک باشه. ایشالله که زمستون که شده زمستون باشه که همه راحت زندگی کنن. امیدوارم که همه چی خوب بشه، که خود مسائل بهتر بشه. ما هم امیدواریم. آره ما هم امیدواریم. چه خبر دیگه استاد؟ سلامتی. دنبال چی هستی؟ میخوام بگم که موضوع جذاب چی برامون داری امشب که بعدش بریم میخوام براتون فال بگیرم. موضوع جذاب شما فال بگیرید بعد با هم فال بریم موضوع جذاب. نه زرنگی مردم. میخوای اول حرفو از ما بکشی بیرون بعد صحبت رو واکنی کنش سله داداش من. شما صحبت رو شروع کن بعد ما میگیم که نیت کنی برات فال بگیریم عزیزم. آها آره بگو ببینم. خب
راجب چی مسائل که اصلا الان بهترین مسئله که روی ماست مسئله سلامتی ایشالله که همه خوب بشه. آقا نظر در مورد یوتیوب فارسی چیه؟ والا من تازه شنیدم یوتیوب فارسی کلا بند کرده. میدونی چه اتفاقی افتاده واسه یوتیوب فارسی؟ توی یوتیوب فارسی خب متاسفانه که خوشبختانه نمیدونم گوگل داره اکانت هایی که بچه چای دبشی داره اکانت هایی که از ایران وصل میشن به یوتیوب رو شناسایی میکنه و همینجوری که شناسایی میکنه به اون دوستان دیگه درآمد نمیده که من باشم. یعنی الان این کسایی که افتادن مثل چه میدونم زیا و علیزیا و اینا. مثل کی؟ علیزیا و من یه چی دیگه شنیدم اولش علیزیا. آره علیزیا دیگه به ایرانی هایی که از ایران نگاه میکنن پول نمیده. یعنی اینجوری مثلا یوتیوبر الان برفرض مثلا اگه منم دوستان از ایران نگاه میکنن پول نمیده، ولی خب فدای سرش چیکار کنیم؟ ما که آنچنان پولی هم نمیگرفتیم از یوتیوب، ما به عشق شما میایم الکی. نه جدی نه، ولی خدا وکیلی یعنی درآمد من که تو یوتیوب آنچنان زیاد نبود و خیلی ها گفتن نه ما دیگه میریم از یوتیوب فارسی. اینو من اولین بار توی کانالم دارم لایو اینجوری میذارم، لایوی که بچه ها دارن من رو به این صورت میبینن و لایو من همیشه با گوشی بوده. این لایو یه لایو متفاوته و خواستم شما رو هم مهمون کنم. یه دلیلی هم دارم براش البته ها. امسال من اگه یادت بیاد 2 سال برنامه یلدا ساختم. خب تو برنامه یلدا با بچه‌ها نشستیم دور هم، دوستانی که میشناسی، نازنین، سارا، دوستان جدیدی که اومده بودن، ولی امسال سفره مردم خیلی کوچیک شد خداییش، به دور از شوخی اینو میگم. و یه عذاب وجدان طوری داشتم که اگر من بخوام این کار رو انجام بدم واقعا اون بنده خدایی که ندارد و مثلا بچه نشسته داره نگاه میکنه منو، بچه مثلا داره بگه بابا جان من این میخوام، مثلا من پسته بخرم بذارم بچه بیاد ببینه بابای نتونه بخره، پسته کیلو مثلا آجیل کیلو 2 میلیون کی میتونه بگیره دیگه الان؟ من همینجا بذارم بحث شروع کنم. اصلا این چیزی که تو داری میگی با منطقه من جور نمیاد. اولا اینکه این حرفا و این حرکت‌ها همش بازیه ها، بازیه. اینکه من الان این کارو نکنم اون کسی که نداشته باشه خوشم میاد. انتقاد تو صورت قشنگ، انتقاد تو صورت داریم خوبه، قشنگه، راضیم من. ببین اون کسی که نداره پولم نداره یوتیوب بخره بشه برنامه رو بده. قشنگ بود. این یک. دوم اینکه یه مسئله افتاد. ما الان چند ماه پیش اومدم، یعنی قبل از جنگ اومدم ایران. من همون موقع اومدم ایران دیدم 80 میلیون زامی دارن که دارن میگه زمین. ببین وقتی که به یکی توی کار میاد تو توی خانواده وقتی به توی کار میاد از هر لحاظی اعتراض میکنی، یه کاری میکنی. خب این نیستی که آقا فکر میخوای سکوت. بله همه دارن چراغ سبز رو به تمام میدن، تمام در حالا مثلا متحرمیا میاد صحبت میکنه، زیبا کلام میاد صحبت میکنه، نمیدونم بعدی واشقانی میاد درمان میتازه، نمیدونم فلان میکنه. اینا همش هست. خب همه دارن این رو میدونن، بعد هیچ کسی نمیده، همه فقط فوش میدن. یعنی حرف دیگه بسته، حرف دیگه نخنما شده ها. اصلا دیگه نمیده. واقعا مردم ایران ما الان شما ایران حالا بغیر از مسئولین و کسایی که پول دارن و خیلی الان وضعشون خوبه، یعنی واقعا باوری مردم دچار یه نوع بیماری شدن به نظر من که همه روانی اصلا بکنه فرقی نمی کنه. شل کردن چی بیاد بره، این چی کار میکنه، اون دلار بالا بره پایین بیاد،
از زندگیمو دارم میکنم دیگه، میدونی میرسونم خودم، یا میشه یا نمیشه، آخرش مرگ دیگه. یعنی امید تنها چیزی میرم دور از جون. بله سخت. من الان اینو بگم مثلا دولت روحانی اومد سر کار، اصلا شعارهایی که اینا میدن میتونی بفهمید از چیزی میگه دولت امید. اینا هرچی میگن شما باید برعکس میگه بررسی اومد امید رو ازت گرفت، یعنی امید رو کشتن. چی بگم؟ شب یلدا نمیخوام این حرفا رو بزنم. آره بس الان من که کامنتاتو نمی‌خونم دارن حالا بحث های مثبت کنی، بحث های مثبت کنی، کاری کنی بچه حالشون خوب بشن. آره ولی کن که درست میگی، من هم قبول دارم حرفایی که میزنی. به نظرم دیگه فقط نشستن ولش کن، اصلا نشستن نگاه کن درست. آخه تو اولش میگی سفره مردم کوچیک شد، آقا سفره یارو کوچیک نداشته باشه بزنه من که کار نداشته باشه دیگه کار می‌کنه. یار بنده خدا یکی تو تلویزیون گفت یا گفت جو بخورن مردم، هر چی بخورن اون بر علف بخورن اصلا تو برای چی بگم دیگه، چی بگم. آقا یه چای سر بکش، یه برات فال بگیرم، یه فاتحه بفرست واسه حافظ عزیز. من آره دیگه ببین الان حافظ قشنگ به روی میاد، الان حال حافظه بزرگ مرده. یه فاتحه بفرست. به به رولکس رو ببین تو دست، خدا وکیلی. واقعا فاتحه برو الکی اینجوری نکنی الکی. نه والله نیت بکن، ببین نیت کن، میخوام بزنم رو صفحه. نیت کن. الهی شکر نیت کن. چشاتون نبسته نیت که من چشامو نبنده نمیتونم چیز کنم، تمرکز کنم. من خوب خیره میشم حافظ رو ببینم. الان هم زکریای رازی که مرام میشه هم حافظ. آقا من پس میزنم روی فال. به به نوشته که یه بیت شعرشو بخونم یا صداشو گوش بدیم. بخش و صحبت یاران خوش است، وقت گل خوش باد که از وی وقت میخواران خوش است. از صبا هر دم مشام جان ما خوش می شود، آری آری طیب انفاس هواداران خوش است. ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد، ناله کن بلبل که گلبانگ دلفکاران خوش است. ناله کن بلبل. مرغ خوشخوان را بشارت باد که اندر راه عشق دوست را با ناله شب‌های بیداران خوش است. فکر می‌کنم تا همینجا دیگه بس. تا دوست را با ناله شب‌ها دیگه تنها میذاریم. معنی فال رو برات میخونم دوست من، تعبیرش یعنی میشه: دوست عزیز صاحب ارجمند فال، بشارت باد که ایام سرور و شادمانی فرا رسیده است، ولی بدان که شادمانی و سعادت حقیقی زمانی به دست می آید که انسان دارای دوستان همدل، یک رنگ و یک زبان باشد و صمیمیتی خالص و ناب پدید آید. از همدلی دیگران استفاده کنید و گمان مبرید که آنان که در مال و ثروت بی نیازند خوشبخت می باشند. برای ایجاد حس خوشبختی خود را از نیازهای مادی فارغ کرده و سبکبار و وارسته باشید. ساده زیستی رمز خوشبختی است. بله خلاصه که پیام خوبی داشته و اینکه خیلی رضایت بخش. شما راضی بودی از فال؟ رضایت داشتی؟ من از حضرت حافظ خیلی راضیم. خدا بیامرزه حضرت حافظ رو. درود خدا رفتگان شما میخواد. درود میفرستیم. خیلی هم عالی. وقت تو بیش از این نمیگیرم. در کنار خانواده عزیزت برو خوش بگذرون و اینکه شما رو خدای متعال میسپارم. خدا نگهدار. اگه خدافظی میخوای بکنی با بچه‌ها، خوش باشید، خوب باشید،
بیایید ماها همدیگر رو دوست داشته باشیم. همدیگر رو دوست داشته باشیم. خیلی قشنگ بودیم خودش. همدیگر رو دوست داشته باشیم. خیلی هم عالی. مراقب خودت باش میثم عزیزم. شب بر تو خوش. سلام برسون در کنار خانواده عزیزت. از لایو ما رو دنبال کن و اینکه شبت بخیر. شب یلدات هم مبارک. شب چلت هم مبارک. خیلی ها میگن که آقا چلت. شب چلت مبارک. شب یلدات مبارک. مهم اینه که این فرهنگ رو زنده نگه داریم آقا. میبوسمت میبینمت. مراقبت کن. خدا حافظ. خدا حافظ. خب بچه ها دوباره سلام. ببینیم بهادر کجاست. بهادر سلام. سلام. صدا خوبه؟ عالی بهادر عالی. یک لحظه ازت فرصت میخوام که شما رو بدیم بری بالا با بچه ها دیگه شروع بکنیم. بیا من بیام این ور دوباره. خب بهادر عزیز رو داریم مهمونمون و اینکه بهادر من به دوستان گفتم بهادر بازیگر تئاتر از دوستان مشتی، از عزیزانی که با هم خاطرات زیبایی داریم و میخوام که خودش اول معرفی بکنه و خودش دیگه برنامه رو خودش دست میگیره دیگه. میدونه چی کار است دیگه و بهادر خوراکشه دیگه. بهادر جان در خدمت شما هستیم. من اولی تشکر کنم از میلاد عزیز که وقتمون رو گرفتیم. از ساعت چه ساعتی ما گفتیم که بیاییم با برنامه شرکت کنیم صحبت کنیم به این چرا نرسیدیم. من مطمئنیم که با میلاد صحبت کنیم. فهمیده میتونه خوشدارم که اینجا هستیم. بسیستان یه چیزی میخواید بگیم. من میخوام بگم سپاس از نظر لطفت. مشکل صدا نبود. یه مقدار صدا هام داره ولی خب به زیبایی صورتت میارزد. یعنی زیبایی صورتت کاری میکنه اصلا به صدا دقت نکنیم. ولی صدا شب یلدا شما در این بین البته تا یادم نرفته شب یلدات هم مبارک بهادر جان. خوش اومدی به برنامه ما. امیدوارم که همگی کلی کیف کنند شرایط خیلی بسیار جامعه که همه مردم کشور مملکت هم مملکت استقلالشون خوب باشه انشالله. خب بهادر جان شما بازیگر تئاتر هستی، در حال حاضر هم فکر می‌کنم نمایشی داری. دوست داری بچه‌ها رو دعوت کنی به نمایشت؟ نمایش من احتمالاً 17 و 18 اجرا برسیم شهریور و از همینجا همه رو دعوت می‌کنیم. هر کسی که دوست داره تشریف بیاره وارد افتخاره اطلاع بده که من دارم انجام بدیم. عزیز دلی موفق باشی. بهادر ما یه صحبت ریزی داشتیم با هم دیگه، دیروز صحبت کردیم در مورد شرایط حال حاضر. الان قبل از تو هم با یه دوست دیگه ای صحبت کردیم، میثم یکی از دوستان دیگه‌مون، در مورد شرایط حال حاضر صحبت کردیم و اینکه نمیدونم اصلا کانال یوتیوب منو داشته باشی یا نه. حالا بعداً این برنامه رو بهت میگم از کجا میتونی بری ببینی که ببینی لذت ببری. و داستان اینه که یک سری داستان ها هست، یک سری سختی ها هست، شما به عنوان هنرمند داری تجربه میکنی و یک سری هم مثل من مثلا تجربه کردم و دیدن که آقا نمیشه و تو به من گفتی که یک سری صحبت ها من میخوام داشته باشم. خب و تریبون بهتر از این واقعا. الان بچه ها دارن نگاه میکنن، دوست دارم که ببینم چی کار میکنی دیگه. من یه چیزی بگم که با خود صحبت کنم با مطالبه کل این سالی که کار کنم هیچ جایی پروگرام میکنم افتخار یک لحظه
بهادر یه مقدار میخوای به گوشی نزدیک بشی، فکر میکنم ببینم صدات بهتر میشه. یه مقدار صدات اوت میشه. یه هام عجیبی داره صدات، نمیدونم، فکر میکنم گرفتن، فکر میکنم هکمون کردن گرفتن. چرا اینجوری شه نمیدونم. هدفون وصله مثلا نمیدونم از به جایی وصل شده گوشیت یا نه؟ گوشه من نه. خب الان خوب شد صدات، صحبت کن، ادامه‌شو بگو. باید بیام نزدیک. اوکی خب ادامه‌شو بریم. داشتم میگفتم جایی که حالا مطالعه میکردم و بریم آدم مطالعه میکنم تو کل این چند سال کار کردم و اینکه از این علاقه دیگه مطالعه خیلی خوشحالم که اینجا بسید. عالی. بله خیلی بحثه دیگه میگی کردیم که اینکه من صحبت کنم به مونده تو در مورد نواستی کار در مورد شهریتی پیش برمی کار میکنه، ولی همیشه دوست صحبتی میکنم خارج از هر چیزی که تا الان صحبت شده در مورد هنر، در مورد تئاتر. خیلی دوست داشتم در مورد چیزایی صحبت کنم که کسی تجربهش نکرده. این کتابی وجود نداره، این جای آموزش نمیدونیم، ولی چیزایی که نزدیکی هم میشه توی این سریعه توی اوضاع. خیلی هم عالی. خب ما منتظریم، میشنویم آقا، با جون و دل میشنویم. صحبت بکن و بگو که چیه مشکل، چیه آقا، راه حلی داریم، امیدی میبینی؟ من ترجیح میدم که رقای هست به پولیسه. من خیلی آدمی هستم که خیلی زیاد صحبت بکنم. مثلا من اصلا جنبه تریبون ندارم. جنبه تریبون نداری؟ بهادر میگه من جنبه تریبون ندارم، احساس میکنم خودشو به فنا بده. این احساسو میکنی تو، درسته؟ پس بیا در مورد گل و بلبل صحبت کنیم. در مورد چی صحبت کنیم آقا؟ در مورد شب یلدا صحبت کنیم. آقا شب یلدا یا شب چله کدومش درسته به نظرت بهادر؟ به نظر من شب یلدا درسته. شب یلدا درسته؟ اگه اومدن بعدش تو کامنت ها گفتن شب چله، نه شب چله است، اینا یلدا رو از عربا آوردن واسه ما، اون موقع چه جوابی داری بدی؟ فکر نکنم خیلی مهمه که حالا شب چله. آفرین صحبت منم همینه، ادامه بده بگم. میگم رسمی هست یه آقای بزرگی داره ترکی میگه به اون شعرها میگه و به اون شعرها میگن ترکی شعر. کرسی شعر. بله امیدوارم ممنون تصویر نکنید، ممنون کار نشید. خیلی هم عالی. پس من یه حرفی میزنم، حالا بین صحبتت یادت نره. من اینو میخواستم بگم که آقا چه فرقی داره یلداست یا چله است یا اصلا بلندترین شب سال، یا اصلا بگو 30 آذر، متوجهی؟ بگو 21 دسامبر، هر چی اسمشو میخوای بگو. بحث من اینه که آقا جان سنت خیلی مهمتره نگه داشتنش، یعنی نگه داشتن این سنتی که ما یک روزی هست ما این رو جشن میگیریم. به چه عنوان جشن میگیریم؟ به عنوان طولانی ترین شب سال و به عنوان شبی که زمستون شروع میشه و ما شروع شدن زمستون رو در از جشن میگیریم، به خاطر اینکه ما از فردا یعنی شروع میشه روزها 1 دقیقه بلندتر شدن و بلندتر شدن روزها رو، اینکه نوید بهار رو داره به ما میده، اون رو جشن میگیریم. متوجهی؟ و این فرهنگیه که مال امروز و دیروز و پارسال و پیارسال نیست، یعنی بیش از 4-5 هزار ساله که دارن یلدا رو جشن میگیرن و وقتی که 4-5 هزار سال بیشتر این رو جشن گرفتن، ما کی باشیم که بگیم نه باید بگیم آقا شب چله، ما بگیم نه شب یلدا؟ اینها واسه اینه که
مثلا بگن نه آقا چله درسته، اون یکی بگی یلدا درسته، همش درسته. مهم اینه که نیتت چیه. درسته؟ مهم اینه که نیتت چیه و این نظر شخصی منه. حالا شاید خیلی بیان بنویسن که توی اون نظر شخصیت و توی قیافه، توی روحت مثلا. اما داستانی که هست به نظر من این دوگانگی کمک کننده ما نیست، یعنی هیچ کمکی نمیکنه به ما. اینکه یکی بیاد بگه نه اینا عربا گفتن، یکی بیاد بگه نه مثلا درستش اینه. هرچی مهم اینه که حال دلت خوب باشه، مهم اینه که اون نیتت چی باشه، ته دلت. وقت تو بیش از این نمیگیرم. صحبت آخری اگه داری انجام بده دیگه، بریم یه فال بگیریم دور همو دیگه، وقت تو بیش از این نگیرم. خب میگی نمیزنم حرف آخه یزید، من میگم حرف بزن تو میگی حرف نمیزنم. من احساس کنم یه سری جملات عربی رسیدیم. من؟ نه تمرین کردی قبل؟ نه من هر شب کارم اینه. هر شب من لایوم با بچه 1 ساعت داریم لایو صحبت میکنیم هر شب. از قدیم هم گفتن کار نیکو کردن از پر کردن است دیگه. ما هر شب آره ما هستیم در خدمت بچه ها. ببین من به نظرم یه شب باعث میشه ما بشینیم شب خوبی. حالا چه شب یلدا چه بارون باشه ها، چه بارون باشه که مثلا دلیلی بشه که ما بشینیم ها. ببین من الان خودم اومده کردم که تو بپرسید مواد مورد علاقه چیه. مگه برنامه قیاسیه بپرسم مواد مورد علاقه چیه؟ دراگ مصرف میکنی؟ واقعا رابطت کنید داداش چرا واقعا آخرین باری که بهادر هنوز سیگار میکشی بهادر؟ ببین یک چیزی من مثل سلاغه کنید. من استعمال به کنیات میکنم بگیرم. آها فقط دخانیات دیگه ایشالا، فقط سیگار. همینجا به همه دوستان میگم که این کار انجام ندید. آها آفرین، میخواستم فکرم بگم این کار انجام بدید. این کار فقط جواب الان دیگه. یه حرفی زدی دیروز به من خیلی تو فکر من رو فرو برد و داشتم به این فکر میکردم که واقعا چه جمله‌ایه که شاید مثلا تو از ته دل گفتی، یعنی خیلی ساده گفتی، ولی من تو فکر رفتم. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه گفتی این روزا که ما دیگه تئاتر کار میکنیم اصلا دیگه برامون مهم نیست که هنر چی میگه. یعنی دیگه اصلا جنبه هنریه و آرتیستیک اصلا برامون به چشم نمی آید. فقط دنبال اینیم که حال خوب بشه و حالا مثلا دیگه درآمده داشته باشه. یعنی خیلی از بازیگرها میدونم که دیگه فقط درآمده، یعنی نون شب دیگه ندارن. یعنی کسی دنبال این نیست که آقا من نه این کار خوبی نیست، این آرتیستیک نیست، مثلا دیگه سلکتیو کار میکردن یه زمان، الان دیگه این خبرها مثل این که نیست. یه چیزی که تو گفتی من به فکر فرو رفتم که واقعا جامعه هنری به کجا خواهد رفت. یه دومی که اینجا فکر کنم دارم یه چیزی که تعلیم که یک چیزی رو حس کنم، یک چیزی رو بفهمم. الان مردم کاراتون یک چیزی رو فراموش کنم، یک چیزی رو بهش فکر نکنم. قشنگ بود. میگه قدیم میومدن که یه چیزی رو ببینن و الان میان که یه چیزی فراموش بشه. یعنی میان که از زندگی واقعی فاصله بگیرن. و اینکه حالا یه موزن که بودیم الان کارت هنر مملکت ما بیشتر روی بیزینس و دیگه حدود اینفلوئنسرها و حدود رقیبان و حدود یه سری آدم‌ها مارکتینگ شبکه‌شون یک تئاتر مدرسی می‌بینن تو به این فکر می‌کنی که واقعا دیوار کوتاه‌تر هنر و تئاتر هم ایران وجود داره. دقیقاً. من دیروزم بهت گفتم یعنی آخرین جمله‌ای که به من گفتم آقا بحث فرهنگ و هنر چی میشه، یعنی این مردم فرهنگ و هنر به کجا میخواد برسه. گفت بلش کن،
گفتم چیکار کنم؟ گفت برو. حالا خارج چی موضوع من یه 2 تا خاطره دارم. بگو خاطراتو بگو، یعنی چه قابل پخش باشه چه نباشه بگو. واقعا یکی همیشه من برای اتفاقات خیلی‌دار میفته، اتفاقات دار که نمیفته. ما سر کار پروژه صحنه گروه برقا میره و 4 تا کامپیوتر 5 تا کامپیوتر هر یه میزی دارن بازی میکنن. یه دونه از اون کاراکتر من. خب یه شب برقا میره همه جمع میبینن. تو چی شده بودی؟ میبینم که بهادر نیست توی اون کار من نمیدونم. یه چند دقیقه از کار گذشته بوده، هر کسی چیزی میدونم گفتی بنده خدا تو دستگیری یکی میگه دنبال جاپان که تقریبا نصف فهمیدون من نبودم. هیچ هم نمیدونست که پاکی میخته این کجا. حالا چه اتفاقاتی میفته؟ چی شده بود؟ من قبل از اینکه شروع بشه رفته بودم که باید بشه کارو بودم. موقعی که اومدم از سرویس بیام بیرون تصویره در سرویس رفتنش میفته. میمونی تو توالت؟ موندم تو توالت این دستی پشم تکشته بود. مردم دارن اونجا اجرا میکنن تو بک استیج موندی تو توالت و هیچ کس هم نیست. منم کاری میکنم، من هم کاری میکنم که رو میرم تو توالت. خیلی نمیتونستی صدا کمک یکی از حرفای عوامل ذهنی رو من باز کن نتونید که تو این داریم یکی همونو از پشت صحنه رفتم و توی صحنه رو دوره مبادی دیالوگ ادامه رو رفتی. خیلی هم عالی. توی تئاتر خیلی این قضیه داستانه، فکر کنم مثلا اینجوری خراب میشه اصلا کاری نمیتونی بکنی، واقعا هیچ راه و چاره ای نداره. چرا؟ میگفتم و همشگاه میفهمه رسیدی حالا به اون نوع بازی شده دیگه. یه بار سر کار هارگی بوده، من یه کاراکتری داشتم که یه برگ موزیک داشت و همه میداد بگو کنی شماره من همینه. این یه کمدی تلفن بودید. دفعه سوم چهارم دختره بود ردیف جلو نشسته و هم یه کارتر نوردن میکنیم وسط ایجرام رفتی کارت دادی بهش دادم بهش که کامره من همون کارتی با هم اون دیگه از نقش اومدی بیرون دیگه، اون دیگه کلا برای آینده بود. خیلی هم عالی، خیلی خوشحال شدیم بهادر. یه نیت بکن، یه فال بگیرم برات، بیا فالت بگیرم، یه نیت بکن، یه فاتحه بفرست. اول فاتحه بفرسته داشت بگیر که مفتاکی نمیشه که فاتحه باید بفرستی واسه روح حافظ بزرگ. از تو میفرستی. قشنگ بود. خب نیت کن، الان نیت کن، میخوام بزنم روی صلاح کار کجا و من خراب کجا. ببین تفاوت ره کس کجاست تا به کجا. دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس. کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا. چه نسبت هست به رندی صلاح و تقوا را. سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا. ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد. چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا. خیلی هم عالی. بذار من تعبیرشو برات بخونم.
میگه که ای دوست، در کاری که پیش روی داری تأمل و اندیشه کافی بنما، زیرا هیچ مناسبت و هماهنگی بین اقدام شما و صلاح کار وجود ندارد و لازم است که در کار خود تجدید نظر نمایی تا خواسته مطلوب حاصل شود. شتاب کردن در کارها جز اینکه آثار بدی به جای میگذارد فایده دیگری ندارد. سعی کن که اطرافیان خود را با دقت بیشتری انتخاب کنی و از افراد دورو پرهیز کن تا راه صحیح زندگی خود را به شما بنمایاند. به لطف احساس می‌کنم باید کلا تجدید نظر کنی تو تمام تصمیمات. حافظ این چهار رو من نشون داد. این ببین این چرخ بردارم. آفرین، دقیقا همین داستانه. آقا خیلی هم خوشحال شدم. بعد میرد من این چند بکنم خیلی دارم دل به دل راه داره. یه 5 سال آره دلت نخواد، یه 5 سال ندیدیم هم دیگه رو، ایشالله در اولین فرصت قسمت بشه هم دیگه رو میبینیم. لینک برنامه رو برات حتما میفرستم. الان که لایویم، بعد از اینکه لایو تموم بشه برنامه ادیت میشه میره توی یه کانال دیگه، حتما برات میفرستم. و اینکه خیلی ممنون که مهمون ما بودی. شب یلدات مبارک و اینکه سالم و سلامت باشی، تو کارات موفق باشی. به امید اینکه ببینیم هم دیگه رو. دم شما گرم. خیلی هم خداحافظ. خب بچه چتا چی میگه؟ چتا ببین چی میگه. خب یه دوست عزیز رو میخوایم بیاریم روی خط. دوست عزیزی که الان توی چت هستش. عزیز من بیا بالا میخوام بگیرمت الان. میخوام بگیرمت از اونجایی که شاید حد زده باشید. آقا این چه کاریه برداشتی؟ دوست عزیز من، خودت با زبون خوش زنگ بزن، ویدیو کال کن. امیر عزیزم، امیر میشنوی صدامو؟ زنگ بزن امیر. این آپشن مسخره رو چرا بر نمیداری که ما بتونیم بگیریم تو رو؟ ورداشته که شبیه این دختره این کالشو بسته. امیر این کارات چیه؟ امیر کیم؟ نه داداش صدای خودم دارم 2 بار میشنوم. چرا؟ الان ندارم آقای فریزی پور، الان ندارم. الان پس داری میشنوی منو. آماده ای که بریم بالا. یوتیوب تو خواهشاً صداشو کم کن که از تلگرام ببینی منو. اوکی؟ من دارم میگم یوتیوب رو کم کن، از تلگرام منو ببینی. گذاشته در گوش صدا از یوتیوب نگاه میکنه. یزید من، یزیدی بر مزید علت. داداش، آقا جان، دوست من، قطع کرد. نه قطع نکرد. خب امیر صدا من داری داداش؟ آقا جان، دوست من، هلو. عجب. خدا برسه به دادت، خدا برسه به دادت. داشت نمیخوای بیای؟ بچه به خدا امیر کیمو من چیز کنم. امیر کیمو من بذار من شماره واتساپ رو بنویسم. براش. یزید. عجب. بچه از امیر کیم شماره واتساپ من نگیریدم. بچه این ویو زیبا رو بهتون نشون بدم دوباره. بذارید اون دوستانی که تازه به ما ملحق شدند این ویو زیبا رو نشونشون بدم
تا ببینند. کجاست؟ بس کجای است؟ کجایه؟ چه خبر بچه؟ چیکار میکنید؟ خوبید، خوشید، سلامتید؟ ایام به کامه؟ زندگی خوبه؟ همه چی اوکیه؟ خب بچه این ویو رو میخوام بهتون بدم ببینید، لذت ببرید. دوستانی که از اول با ما نبودند این ویو رو ببینند. من این منظره رو به شدت دوست دارم. اونایی که استودیو میلاد رو دیدند میدانند که چرا من این منظره رو به شدت دوست میدارم. هستیم. خب امیر میخوام بپرسم بیای تو لایف. خب بچه ها چهره‌ای که مشاهده میکنید چهره امیر کیم ملقب به امیر ملقب به کیم و از بستنی خورهای بستنی فروش راستی از بستنی فروش های خوب از بستنی فروش های خوب آمریکا هستش و اینکه امشب مهمون ماست. ببین مهمونی ها رو پیچونده، کلاب ملا رو پیچونده که اینجا با ما باشه. دوست داری که اینجا همین الان هم تو مهمونی؟ نه میگم یلدا رو پیچونده، هم شب یلدا رو پیچونده هم خود یلدا رو فکر کنم پیچونده ها. آره دیگه چون یلدا نباشه میشه شب چلی. آها اصلا یه سوالی که هست آقا، شب چلی یا شب یلدا کدوم خوبه؟ واسه مجرد یه شب چلی، ولی واسه کسی یلدا داره شب یلدای همگیتون مبارک. اونهایی که خیلی روی این قضیه حساسن شب چله‌شون مبارک. به هر حال مبارک باشه. خب همه یلدایی. خب امیر جان یه معرفی میکنی خودتو به بچه‌ها سلام علیک میکنی بعد از یه رو بالاخره؟ حتما. امیر کیم متولد کورش میگی خراسان شما شهرستان مکبوک چی گفت؟ میامی. آها میامی. یزید فکر کنم میگه شهرستان مکبوک، گفتم که همچین شهرستانی داریم ما. خب امیر جان، امیر از آچمز نه داشتم میخواستم بگم امیر از حاشیه داران یوتیوب هستش که گفتم آدم مهمونش اینجوری نمیگه. امیر از دوستانی هستش که یوتیوب به ما داد و اینکه توی کل 26 قسمتی که ما استودیو میلاد رو ساختیم فقط یک نفر امیر حاضر شد خودش رو نشون بده و بیاد تو برنامه باشه. الان هم شب یلدا میبینید که از بین این همه آدمی که گفتن ما میایم امیر کیم اومده، با اینکه خودش میدونه که چه حاشیه های چه داستان های پشت سر گذاشتیم ما توی 6-7 ماه گذشته، ولی خب اینش قشنگه که و جالبش اینه الان من دیدم تشتکان پرید امیر همزمان که داره با من صحبت میکنه توی لایو داره کامنت هم میذاره. داره کامنت هم میذاره. یزید آقا من تو شانس کنی که مخاطب خواستن من صحبت نمی کنم دیگه، شما ادامه بدم. چشم. خب من اول از اینه بگم که من خب سن قیاسی این نفر هم تیم داشتم. ما این نتیجه رسید برای سال جدید سال جدید میلادی یا شمسی؟ حالا هرچی شمسی. خب واسه اون این نتیجه رسیدن که شما توی گروه تلگرام بزنید. نمیدونم کجا خنده بود
دقیقاً اینجاش. اون قسمتی که در مورد گروه تلگرام بود خیلی خنده دار بود، چون گروه تلگرامی قبلی مساوی شد با خیلی اتفاقات زیبا. خب نه میدونم شما همیشه خیلی دیوانه. من از اون متأهل شدم. متأهل شدی یعنی دیگه چیز شد دیگه، یعنی بی خطر شدی دیگه ها؟ نه این معنی این به اون معنی نیستش، اما اون کسی که سینما میره قشنگ بود. اینی که فست فود، اینی که غذای خونه میخوری یه زمانی هم حواس فست فود میکنه ها؟ دقیقاً همیشه که میشه آشپزی کرد. قشنگ بود قشنگ بود. بذار من اینو بگم یه گروه میزنیم به مناسبت شب کرده اسمش هم میذاری یلدا. خب بعد دیگه باید اینجا ما مسئولیم یه سری آدمای سامان و بقیه دوستان رو بفرستیم. آها که اینطور قشنگ بود. حالا دیگه ریشبتی قشنگ بود. ولی آدمش قشنگ بود. و امیرکین در این بین داره همچنان خیلی قوی همینطور که با من صحبت میکنه توی لایومون هم پیام جواب داره، کامنت میذاره امیرکین. حالا یه بحث این یوتیوب من نظرم رو بگم. بگو عزیزم. خب نظری ندارم. خب عالی بود. چیز بیش از این هم انتظار نمیرفت دقیقا. ولی حالا بگم به نظر من روی توییچ ایشالله. من برای بار اول بچه‌ها دارم به این صورت لایو میذارم و اگر بگیره کارهای دیگری خواهیم کرد، کارهای زیباتر. من یک دوست مهندس خارجی هم فارسی بلد نیست. بعد گفتم که بگم بعد لایو واسش فرستاد. من دید من نمیفهم اینقدر میکروفون دوست دارم به خاطر میکروفون. حالا نمیدونم چه. پس سلام میکنم به دوست امیر کیم. Hello to Amir's friend. بعد به من گفت یک میکروفون فاصله بده. نه این میکروفون اینجوری میکنم که صدای خیلی دیپی داشته باشه. این میکروفون زاویه بسته است، به خاطر همین باید هرچی که نزدیکتر باشد صدای بهتری میگیره. یه از این توی مورد پیش خب داره دیگه خودش داره، چرا باید این کار انجام بدم؟ یه چوری داره. خب داره نه اینه. نه اون هشمه باید چوری داره. رینکوت براش میگیریم. چشم رینکوت میگیریم. شما الان برنامه چیه واسه بچه سوال قشنگی پرسید امیر. برنامه من برای یوتیوب اینه که ادامه بدم، حقیقتا ادامه میدم، قوی‌تر ادامه میدم و اینکه برنامه‌های جذابی داریم بچه‌ها، برنامه‌های جذابی داریم. یادتون نره که ساب کنید کانال منو. و اینکه این شب یلدا بهونه شد برای اینکه خیلی از دوستان دور هم باشیم و مهمون‌های دیگه هم داریم بچه‌ها. ما هنوز چند تا دیگه مهمون داریم، پس زیاد دیگه وقتتون نمیگیرم. ما امیرکیم همینجوری که داره جواب میده توی کامنت ها. خب بپرس، صحبت نمی‌کنی. خب بگو بپرس عزیزم. بابا هرچی تایم بود دادی برو آقای بهادر چی ما هیچی نرسید. من یه سوال دارم. خب از اینجایی که سوال خیلی ممنون به تایم میدم بعدن جواب شد. اوکی همین الان جواب میدم. همین ما خب سال 2015 آمدیم بلاد کفر. خب یکی از دوستان مغزم پرفرنس نمیگه
من برم کار اها. گفتیم چرا خیلی بابا اومدیم جد بولش استفاده اومد اینجا همه قدیم شده اون رفت تو کار الان اون مولتی میلیاردر شما همچنان دنبال کار دارید میگردید. نه اشتباه اون رفت نسل شد اها. دوله کشی کرد. بعد 3 تا ماشین ما هنوز داریم 3 تا ماشین نفردی میدیم. خب دقیقا همه حرفی که من زدم شد دیگه. اون میلیونر شده. تو گفتی میلیونر میلیاردر مشکل همین همیشه همینه دیگه. هفته اولش میخوام ببینم ترکیه هم اینجور ببین همه جای دنیا امیر جان، همه جای دنیا به نظر من، حالا من کسی نیستم که بخوام نظر بدم تو اینجور شرایط، من مشاور کسب و کار نیستم، ولی به نظر من اگه بچسبی به یه کاری و حرفه‌ای که دوستش داری، خب با علاقه پیش ببری قضیه رو و هدفت فقط مثلا نمیدونم پول و نمیدونم، دوست از من نگاه کن، از من کامنت ها رو نخون کامنت ها رو نخون، سوال پرسید جوابشو بگیری دیگه. اگر بچسبی به اون هدفی که داری، یعنی هدفت اولویتت باشد، میتونی به چیزای قشنگی برسی. یه لحظه صبر کن، اینجا نگاه کن. ای کاش منم بود داشتم، اگه داشتم میتونم تموم شد. خیلی سخت. بذار خب مسابقه برنامه مسابقه گلزار بذار این پدرم گذاشته فقط واسه تو استفاده کنم. نگاه کن 2 میلیون اومدن استفاده نکنم، فقط گذاشتم مخصوص امیر کیم. دیدم یک هفته مسیج میدیم ایمی یزیدتو یزیدتو. من اینجا مطرم اومدم اینجا از گروه چی میشه؟ با فکر بکنم بهش. بابا مگه عزیز من تو همون دیگه، تو خواستگاری کسی هم میری، خب طرف میاد میگه که آقا اینجوری، میگه باید فکر بکنم، یا ادامه تحصیل میخواد نه نداریم این نوع، میگه بل قدیم بدونیم من با بستنی ازدواج کردم. تو بستنی ازدواج کردی؟ بابا حلالت باشه، یه مقدار مخ زدن به بستنی رو من یاد بده. والا کاری نداره، به طرز خوردن. خب به نظر من که دیگه این بحث رو ادامه ندیم به طرز خوردنش. والا ما که از حافظ که بیادر نیستیم. از کی؟ از حافظ. حافظ نه، ایرج میرزا یعنی یکی از با ادب‌ترین. همش ناله میکنه. ناله شبانه. آره اینو خدایی راست میگه. تا یادم نرفته یه فالی هم بگیریم برات، یه فاتحه برات بفرستی هم یکیم خداییش. آره خورما بدون خورما نه. یه فاتحه داداش واسه من که نمیخوای بفرستی که، واسه حافظ، واسه حضرت حافظ، در عوضش میخوای فال بگیری ازش. ایشان یه روزی ایشان اشکال نداره، بیا من بهت خورما میدم بخور. گروه رو بزن هر جا خواستی بری برو، خوش گردیم بعدش. خب حسنا چی آخرم همین نگفتی سن تو بریم بگویم امیر کیم داداش، با من باش فاتحه رو بفرست، میخوام برای فال بگیم، اونجا آماده است. به خدا که داری پیس میکنه الان فال یه چیز مزخرف در میاد. حالا دقیقا صلوات بفرست، یه دونه صلوات بلایی بفرستی. مگه توی قول بسم الله نه آخه تو گفت مثلا تابلو بود. یزید تو قشنگ مشخص بود. میشه بلند ازت بخوام که بخونی این سوره رو، سوره حمد رو بخونی ببینم چجوریه؟ من آیت الکرسی نفسم. میشه ازت بخوام آیت الکرسی رو برامون لایو بخونی؟ میلاد نه گروه رو میزنی.
تو اگه آیت الکرسی رو بخونی به گروه سریعتر فکر میکنم جواب میدم. باید قول بدی. ولش اینجا کن قول به یه سنه مراد نمیدم. ولش کن آقا، تو بس همون نیت تو بکن، میخوام بزنم رو صفحه. ببین نه تو کرسی میخونم. نه آقا نمیخوام آیت الکرسی بخونی. میخونم. نمیخوام بخونی آقا جان. اولش رو ولش کن پس همون داستان ما نکن لایو ما رو. بیا یه دونه نیت بکن، چشاتو رو ببند نیت کن. الان من یک بوند مشکل هدیه کرد بشه اون آیت الکرسی چون همیشه اینجا میگی فتبارک الله الاحسن الخالقین ها. نه اونو که همین معمولیه. اون واسه معمولی ها میگی؟ بابا تو چقدر هستی تو دیگه اون میگی واسه معمولی ها میگی. یه بار رفتم دیگه نرفتی دیگه. کل بقره بله میشه. این قدرت یه 3 ساعت آفرینش، قدرت آفرینش اینه. آقا یه نیت بکن ما این فایل رو بگیریم تمام میشه بره داستان تا بیشتر از این منشوری نشده قضیه. باش 1 2 3. البته باید انجام میده. خب گوش میدیم به شعرش. خم زلف تو دام کفر و دین است، ز کارستان او یک شمع این است. جمالت معجز حسن است، لیکن حدیث غمزت سحر مبین است. چی؟ زد شبکه 4. یه لحظه ببین معنیشو برات میخونم. میگه ای صاحب فال، دلی پاک و صمیمی دارید که به شما حال روحی خوب میدهد. این احساس و عشق متعالی هدیه از جانب خداوند است که باید قدر آن را بدانید. محسنات شما باعث شده بسیاری به شما حسادت می‌ورزند. از مکر و حیله آنها در امان بمانید و حساب بدگویان را به خداوند واگذار کنید، زیرا حیف است آینده تان را با این حرفهای بیارزش خراب کنید. این نماد بچه نکنید، ما اقدام هستیم. تو اقدام بچه هستین؟ آره دیگه. خب حضرت حافظ میفرمایند که ادامه بدید. موفق باشید. دیگه میلاد اگر بزر شد اسمشو میترن امیر تو میگوی اسمش میذاری امیر میلاد. خوبه امیر جونیور نمیذاری حالا مثلا؟ نه دیگه یه چیزی هم بزر نشک میلاد. خب داداش میگم امیر جونیور، نگفتم میلاد جونیور. نه میخوام اونو تو گروه بزنیم. آها میخوای گروه بزنیم چی؟ ولش کن، به نظرم دیگه داره به سمت دارکی میره لایومون و اینکه راست میگه گروه بزنیم. همگی با هم آقا تو ایشالله قسمت شد اومدی ترکیه بگو. آقا از اون موقع که آمدم لایو تو من 3 تا تبلیغ 3 تا چی زدی؟ 3 تا تبلیغ دیدم. 3 تا تبلیغ دیدی؟ خدا بده برکت. بده مگه داشت من ما در اینجا زحمت میکشیم. خب تبلیغ چرا تو لایو اینجوری میذارن دیگه؟ یوتیوب داره میبینه که من دارم هزینه میکنم، دارم زحمت. ما اینجا زحمت عزیزان من، عزیزان زحمت داریم میکشیم ما، به خاطر همین ممنون میشم. چیکار کنیم؟ میخوای دونیت کنی؟ چی گفتی؟ نه کام یکی ایده خوبی داره. چه ایده خوبی داره؟ گفت که میگه که زبان ترکی در صحبت بکنیم این مشکل چیزم نداره. خب داداش همونو به زبان انگلیسی هم صحبت کنیم مشکل نداریم دیگه. خب انگلیسی که چی میشه دیگه؟ چی میشه؟ ترکی رو میگی بیشتر قبول داری ها؟
ترکی بازم یک میتونی باری با بیلبورد مصاحبه کنی. قشنگ ایشالله قسمت بشه ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته. امیرکیم عزیز رو به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. خیلی خیلی خوشحالیم که مهمون ما بود. بهادر 10 دقیقه وقتش 20 دقیقه امیرکیم الان کجای کتابخونه یزید؟ به خاطر تو من خوب رزرو کردم 1 ساعت و نیم نشستم نوبتم بشه. داداش هزینه 1 ساعت و نیم نشستی نوبتت بشه. تو صف میلادگذاری الان گرفته بودی. ببین اینجاست که ما داریم زحمت میکشیم واقعا. آخه تو شما 12 و نیم داداش من نگفتم 12، من گفتم 8 و نیم به وقت ایران. 8 و نیم ما شروع کردیم. حالا 8 و نیم 5 دقیقه بعد این ورون برته. نه دیگه بچه‌های پشت من گفتن من پشت صحنه کسی رو نمیبینم اونجا عزیز من همیشه سریش آتون اینجا یه لحظه نگاه کن. مراقب خودت باش امیر، مراقب خوبیات باش، نذار این آدمای بد تو رو عوضت کنن. همیشه خوب باش، به خوب بودنت ادامه بده. حتما مراقب خودت باش. اون میکروفون رو بفرست. خیلی چه آقا میکروفون CK نوواست، به خدا بخرید همتون. من بفرستم براتون، ماشین بفرستم بیاد، ولی صدای نگاه کن. اینو میخوام این برای اون دوستانی که میگه چرا میکروفونو کرد تو دهنش. نگاه کن 1 2 3 1 2 3 صدای من میشه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 این زاویه داره میکروفون. اینجوری بشه صدای من نمیشه، اینجوری میشه. من شاید صدا بهتر بیاد. دوست دخترم میگه این بودش. شبت بخیر امیر جون، یلدات مبارک، سالم و سلامت باشی. اگر حرف آخری داری به بچه ها؟ این هم حرفی ندارم. بچه میگیم چشم بهش فکر میکنم حتما. گروه نظری دوباره تحقیل بده. اینم تخریب از سمت شما پیشرفت میشه عزیزانم، به خاطر اینکه شما دوستان من هستید. دوستان من هرچی ایده های خوب بدن من تخریب نمیبینم، اونها رو انتقاد سازنده میبینم. خیلی تاثیرگذار تمام شد. خیلی تاثیرگذار. من برم تو افق. خدا نگهدار تو باشد امیر جان، شبت بخیر، خدا حافظت. گروه یادتن قربونت، خداحافظ. سینا گفته گروه. امیر خداحافظ امیر جان. ما بریم سراغ مهمونهای بعدی. از لایو ما جدا نشید، مهمونهای بعدی در راه هستن، قراره یه چیز داریم. امیر جان فعلا من میرم سراغ مهمون بعدی. قربونت، خداحافظ. ببین یه مهمونی دارم براتون بچه ها، خب یعنی صدا تو خیلی بد دارن. چرا ایزی دارن یه خود دورتر میخواید تو از میکروفون من، چون میکروفون چیزه بگو بهت بگم گانه، به خاطر همون نمیتونم زیاد ازش دور بشم دیگه. استاد صدایی دیگه خودت. من 1 2 3 میگم، شما رو میاریم روی تصویر. در خدمت سعید سرمدی هستیم، از دوستان، از استادان، اساتید، واقعا کسی که خیلی ازش یاد گرفتم تو تمام این سالها و خیلی خوشحالم که به عنوان دوست در این برنامه داریمش و دیگه به خودش میسپارم دیگه. الان لایوی همه دارن میبیننت. سلام علیک خواستی بکنیم؟ ارادت مخلصم میلاد عزیزم، آرتیست درجه 1 کار درست. امیدوارم که خوب باشی، شب یلدات مبارک باشه. خوشحالم باهاتونم.
ما در خدمت شماییم. خدمت از ماست. شب یلدای شما هم مبارک. آقا این سوالیه که پرسیدیم از بچه‌ها، شب یلدا یا شب چله است؟ والا شب یلدا یا شب چله است دیگه. حالا عجب راحتی میگه، یکی راحته میگه چله، یکی راحته میگه یلدا. خیلی هم. شما کدومو میگی؟ کدوم استفاده میکنی شما؟ من تو گفتشم خودم کار دارم، یعنی همکاری دارم مثل چله برای این شب، همکاری دارم به نام یلدا برای مثلا. دقیقاً به خاطر همون پرسیدم، چون ولی خب فلسفه‌ای هم پرسش هست قطعا، ولی خب فکر کنم در این مقال نمی‌گنجه. 100%. خیلی هم عالی. آقا یه مقدار از کارها بگو، یه مقدار صحبت بکن، چون خیلی از بچه‌ها چی بگم براتون؟ ببین بچه‌های نسل جدید تو لایومون هستن خب، و سعید سرمدی استاد از بچه‌های قدیم موزیک، یعنی فکر میکنم اینجوری بگم که مثلا 50% بیشتر حتی شاید خیلی از نسل یک رپ فارس رو بگیم مثلا سعید سرمدی میشناسن، و اصلا موزیسینایی که بعد از انقلاب شروع به کار کردن یه جورایی همدوره بودن، یه جورایی کلن رفیق گرما و گلستان بودن. حالا ما هم خیلی خاطرات داریم، ولی یه مقدار میذاریم خود سعید بگه به همون ببینیم که چجوریه داستان. مخلصم میلاد جان، تو که لطف داری عزیز دلم. حالا من خیلی با بک‌گراند و اینکه چه اتفاقاتی طی 2-3 دهه در موزیک افتاده که حالا این روزا رو الان به موسیقی سپری میکنه خیلی کاری ندارم، ولی توصیه‌ای که به جوان‌ترا میتونم بکنم اینه که به هر حال آکادمیک هم موسیقی رو مد نظر داشته باشن، خیلی فقط فرق الکترونیک و دیجیتال نباشن، اگر واقعا میخوان ادامه بدن و موندگار بشن، حالا هم در زمینه خود موسیقی هم در زمینه تصویر. چون خب ما سالیان ساله که دیدیم همین تکنولوژی اضافه میشه به این قضیه، ولی در نهایت بچه‌های موندگارتر میشن توی آرت این سالها و موفق‌تر، که هم مسیر خودشون رو روی ادامه میدن، هم به هر حال آکادمیک و اون پایه و اساس کلاسیک موسیقی و تصویر رو هم یاد میگیرن و حفظ میکنن. خیلی بچه‌ها با استعدادتر شدن، جف‌ها بازتر شده. من خودم به شخص اون آدمایی هم که دوست دارم جوان‌ترا تحقیقم بکنن، ببینن تاریخ این اتفاقاتی که توی این 20 سال افتاده که الان این جو در اختیار اونها قرار گرفته چیه، یا شروع کردن، کار کردن، زحمت هایی که کشیده شده، قدر این چیزا رو بدونن همین بس با موفق باشن، ما کمکشون میکنیم. خیلی هم عالی. دقیقا یکی از افرادی که واقعا خیلی کمک کرد من رو توی همین زمینه سعید سرمدی بوده، و اینکه اصلا اسم سعید سرمدی رو حالا بهتون میگم که کجاها شنیدید و کجاها کاراش رو دیدید، چون من اصلا یادم رفت که بگم سعید توی زمینه تصویر هم خیلی اسم قدیمی داره. خیلی از کارهایی که اوایل اصلا فکر میکنم تصویر رپ فارس رو سعید آورد. میتونیم اینجوری بگیم آقا؟ میتونیم بگیم ویدیو رو سعید آورد توی رپ فارس؟ ببین یه جورایی خب اون روزای ابتدایی بود که اصلا موزیک ویدیو داشت اضافه میشد به بحث داخل کشور، و آقای آرپناهی شبکه MITV رو افتتاح کرده بودن. ما خب به حال لینک هایی به پلیسی شبکه‌ای که کم کم کارهای داخلی ورود پیدا کرد به صورت موزیک ویدیو. خب در واقع اون اوایل چند تا تیم فقط بودن که این کار رو انجام میدادن، که خب یکی از اونها ما با لیبل گانش بودیم که حتی مثل سپهری، مثل علی بکزاده، مثل علی بودباری، خیلی از بچه‌ها توی اون تیم به ما دایرکتور تدوینگر ما همکاری داشتن، سالها با کلی کار تولید شده دیگه. حالا من یه سورپرایز بتونم بکنم، یکی از دوستای خیلی خفنم میگن قدیمیای موزیک اتفاقا امشب اینجا پیش نمه. سلام علیکم. 100% من میشناسم. درجه یکی که بچه‌ای کار درست ایکور اینجا شبش کنن با سایت پلیس سلام علیکم دوستان. ایکور با بهرام و پیترو و بشاب من باید این جب و بودیشون نمیتونم گفتم یه زردت بکنم باید افتخار استاجیره چیزه ما خودمون چه شنوایی دم شما گرم. شب یلدا شما هم مبارک. خیلی مخلصم. شب یلداتون مبارک.
آقا من یکی دو تا از آثاری که داشتی رو بذار من بگم. خب اجازه دارم بگم. ویدیوی باطل شد که یکی از هیت های رضا پیشرو و کار سعید بوده و یه کار خیلی خاطر انگیز داره. خیلی از شماهایی که الان تو لایو هستید، حالا اگه سنتون بالای 20 باشه، بچگیتون دیدید، خیلی هایی که بالای 30 هستن مثلا تو نوجوانی دیدن این ویدیو رو به اسم شب جدایی. ما رو به روی همه نه آقا، از نوجوانی من چون میدونم که آقای سعید سرمدی از نوجوانی وارد موزیک شده و از سنین طفولیت فکر میکنم مثلا 10 ساله بودی وکالیست بودی آقا، غیر اینه؟ من از بچگی موزیک بودیم. دقیقاً همینه. میخوام بگم که یک کار داره خب به اسم شب جدایی. الان یه مقدارش هم براتون میخونم، صاحب اثر اینجاست، اجازه دارم یعنی بخونم. من میگه که بگو از شب جدایی، از این که بی وفایی. دیگه بقیه‌شو نمیخونم. فکر میکنم با همین مقدار یادتون اومد که شب جدایی چی بود و PMC فکر میکنم 6 ماه تو تاپ 10 بود. درسته؟ با اقبال رو برو شده بودم اصلا ترکوند. یعنی خیلی از آرتیست هایی که از اون اثر اومدن بیرون، یعنی 3-4 تاشون الان میدونم که واسه خودشون به صورت تکی دارن کار میکنن خب بچه‌ها اصلا با اون کارا قبول مهندسی داشتن اون زمان و خلاصه نتیجه هم گرفتن. میلاد خب الان خیلی پرسرعت‌تر از بچه‌ها، میلاد بابایی داره هم فعالیت میکنه هم کنسرت میذاره، ما هم افتخار میکنیم. واقعا باعث افتخاره. و اینکه من میدونم که همه اون بچه‌ها دوباره اون ترانه رو بازخوانی کردن، یعنی انقدر این ترانه، این آهنگ خاطر انگیز بود که یعنی بازخوانی هم کردن بازم جواب گرفتن. یعنی آره کلی نسخه به غیر از خودمون داریم. آره فکر می‌کنم 7-8 تا نسخه اومد ازش بیرون، اسلوش اومد، نمیدونم فصلش اومد و خلاصه خیلی عالی بود. خیلی دوران خوبی بود. الان وضعیت موزیکمون رو چجوری می‌بینی؟ ببین الان خب قطعا خیلی فضا بازتره برای اینکه بچه‌هایی که تالنت بیشتری دارن بتونن حالا از فنی هم خودشون کار بکنن، رسانه در اختیارشونه. ببین خب دوره ماها و قبل ماها سوشال میدیایی وجود نداشت، رسانه‌ای به عنوان سوشال میدیا اصلا در اختیار آرتیستان نبوده. ما آرتیستای زمانی هستیم که سیدی همون خودمون تو خیابون با همین بچه معروفای که در مورد صحبت میکنیم خودمون سیدی همون این ورمد اصلا مردم میدادیم که کارامون شنیده میشه. ولی در واقع الان خب بچه‌هایی که تالنتشون بیشتره با سوشال میدیای خودشون دیدیم خیلی هاشون میتونن دیده بشن، یه بخشی از قضیه رو طی بکنن و بعد از اونم در واقع اگر همیشه من گفتم از قوانین اصلی سنف، یعنی منیجر خوب و یه فرد منیجر خیلی خوب و یه فرد حقوقی خوب کنار خودشون استفاده بکنن، قطعا میتونن این مسیر پیشرفت بکنن. و داخل کشور شما خب به هر حال ایران هستن، تهران هستن، اینجا خیلی فضا بازتره. من خیلی میخوام این چیزی رو میلاد حالا که شب هم صحبت میکنیم یه نظر کوچیکی در مورد مسئله که حالا یه حاشیه‌ای هم رو پیش اومده بود بهتون بدم، مثلا چون بدونای بخشی از مخاطب تو بیشتر بچه‌های طرفدار هیپ هاپ و رپ هستن. دقیقاً. ببین خب مسلماً اعتقاد خود ما در مورد خانواده رپ فارسی راجع به یه چنین جمله بولدی که بگیم پرشین رپ فامیلی، خب قطعاً این روشه توش اسمایی مثل پیشرو، مثل حسین، مثل توهین، مثل سروش، مثل بهرام، مثل یاسر، حالا و نسل یکی‌ها و دویی‌های رپ فارس اول قرار میگیره. یعنی هر خونه و خانواده‌ای به هر حال اول یه بالاخونه‌ای داره که بزرگترها میشینن. و در مورد این برنامه گنگ که انجام شده بود من خب 2 تا نظر دارم. یکی این که از یه جهاتی در حال خوبه که بچه‌های هیپ هاپ و رپ هم پاشون به کنسرت رو اینجا باز بشه و
به هر حال بتونن اینا از زحماتشون درآمد کسب کنن و غیر و زاده. ولی اون داستان شکل گرفتنش باید با حفظ حرمت نسل یک و دو رپ فارس انجام میشد و منم از منتقدینی هم که مثلا بعد از شما نباید بگی خانواده رپ فارسی، اینا نوه نتیجه های رپ فارسی هست. دقیقاً بحث من همینه. خیلی قشنگ شد که این حرف رو زدی، به خاطر اینکه میخواستم همین بپرسم که آقا اگر واقعاً قرار مجوزی داده بشه، اگر قراره بیایم بگیم که آقا رپ فارسی اوکی مجوزدار بشه، قانونی بشه، همه بیان اجرا بذارن، خب واقعا امثال یاس نباید باشن، امثال به قول تو حسین رحمتی یا کسانی که توی کوچ اجباری هن. یعنی نباید اول مشکل اینها حل بشه. یه سری از بچه‌ها که اصلا رپ رو در واقع گزینه‌ای برای مجوزدار بودن نمیدونن، مثل رضا، مثل خیلی بچه‌ها طرز فکرتون متفاوته با این قضیه، در حالتی که من معتقدم مثلا هنر چیزی نیست که بخاطر از مجوز گرفته بشه در نهایت. ولی میگم دو تا بعد داره این قضیه. یکیش اینه که اگر فضا اینجا به هر حال آماده تر بشه برای اینکه یه سری آرتیست‌ها بتونن در واقع اجرا بذارن، اجرای زنده بذارن و درآمد کسب بکنن، بتونن خانواده هاشون و نسل بعدی آرت خودشون رو ساپورت بکنن، این چیز جذابی میتونه باشه. ولی یکی این که برای همه به صورت مساوی باشه و دو این که دیگم حرمت ها حفظ بشه. حالا اگر که به قول معروف کوکیش کسبت هم خواست بیاد کار انجام بده، اول راه باید برای اونها باز باشه و اینکه اول دیگم باید احترام ها گذاشته بشه. این بیشتر مهمه. و این وسط حالا یه آرزو هم میکنم که حالا به دور از حاشیه قضیه و اینکه چی میدونه کی نمیدونه، امیدوارم که الان هممون توی شب یلدایی با بچه‌ای که توی لایو بکنن یه انرژی مثبت بفرستیم. ان شاءالله داشت امیرم در آزاد شه و امیر آزاد شه، ان شاءالله راه این کنسرت‌ها و داستانا رو خودش یه تنه باز میکنه. دقیقاً برای آزادی امیر تتلو از همینجا و از همه بچه‌ها میخوایم که دعا بکنن که زودتر مشکل حل بشه و بتونیم بالاخره ببینیم دیگه کسیه که بالاخره آقا گفت با همه مشکلات من برگشتم تو مملکت خودم، اگه اتفاقی میفته واسم بیفته و جرأت این رو داشت. به نظر من بالاخره امیدوارم هرچی زودتر رفع مشکل بشه و براش فراهم بشه که بتونه توی مملکت خودش فعالیت بکنه. من اینو خیلی دوست دارم برای همه انشالله، برای همه انشالله آزاد شه، بچه‌های قدیمی هم همه موقعیت در اختیارشون قرار داشته باشه، حسادت ها وجود نداشته باشه توی این سن، چون به هر حال قدیمی تران که باز هم جدید تران رو میتونن لید بکنن، منیج کنن، کمک کنن که راهشون درازتر باشه. خیلی آرتیست ها توی این سال اومدن یه 6 ماه معروف بودن و فیض شدن دقیقا. یا 2 ماه بودن و فیض شدن. این خیلی فایده ای نداره. آرتیستی که بتونه موندگار بشه توی تاریخ هنری مملکت به هر سبک و هر نمطی بمونه، اونها تعداد انگشت شماری هستن که به هر حال خودشون برای خودشون رو با کمک بزرگترها پیدا کنن. دقیقاً امثالی داریم توی رپ فارسی که بالای 20 سال الان تجربه دارن و واقعا ناجوانمردانه است شرایطی که دارن الان تجربه میکنن. واقعا امیدوارم که درست بشه. خیلی خوشحال شدیم که مهمون ما بودیم و یک فال میخوایم بگیریم به نیت شب یلدا. یه فاتحه بفرستی، یه به اصطلاح نیت بکنی من فال تو بگیرم و دیگه مزاحمت نشیم بیش از این. باشه، ولی چون صدا تو بردارم بعد اون اسکرین شات فالمو برام بفرست. الان میذارم صداشو بشنوی، الان میخونه وسط. خیلی عالی. خب خیلی خوشحال شدم با هم صحبت کردیم. دم همتون گرم. امیدوارم که همه بچه‌ای که توی لایو تر روزگار خوبی داشته باشن، چه ایران چه خارج از ایران، به اهدافشون بچسبن، قوی و محکم پیش برن و روزهای خوبم انشالله برای هممون در پیش باشه. به امید خدا. خب نیتم کردی. خب من میزنم روی فال. ببین من میذارم صداشو ببین میشنوی. یارب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست؟ جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست؟
حالیا خانه برانداز دل و دین من است، تا در آغوش که می خسبد و هم خانه کیست. خب بذار من معنی فال رو بخونم برات، تعبیرش رو بخونم. میگه که دوست خوبم در آرزو و جستجوی چیزی یا کسی هستی که خواهان زیادی دارد و بسیاری از افراد در طلب کسب آن هستند. شما در حساس‌ترین لحظات یک مسابقه واقعی قرار دارید، لحظاتی که تأثیر زیادی در سرنوشت و آیندهتان خواهد داشت. پس از ماه‌ها انتظار، این فرصت طلایی به سوی شما آغوش خواهد گشود و شما میبایست از این فرصت کمال استفاده را بنمایید و با کوشش و تلاش سعی در به دست آوردن آن نمایید. انشالله ظفر نزدیک است، پاینده باشید. من فال شمشیرشو برات میفرستم که لذت ببری و خیلی ممنون که مهمون ما بودی. شب یلدا، شب چله، هر چیزی که اعتقاد داری بهش مبارک باشه و در کنار عزیزانت سالم و سلامت سپری کنی و لذت ببری ازش. مخلصم. شبت بخیر. قربانت، خداحافظ. خب عزیزان دل، برگردیم که مهمون بعدی رو داشت. بچه نانستا بچه 1 ساعت و 50 دقیقه است که داریم صحبت میکنیم و مقداری میخوام کامنت بخونم براتون. دوستانی که الان حضور دارن بیان اعلام حضور بکنن و برام بنویسن یه 2-3 تا کامنت بخونم و بریم مهمون بعدی رو دعوت بکنیم که با هم صحبت بکنیم. مهمون بعدی اما بمبه، امیدوارم بتونم گیرش بیارم. مهمون بعدی کسی نیست جز رضا، پسر خالم، شریک جرمم و احساس میکنم که خیلی صحبت ها خواهیم کرد با رضا در مورد خیلی از موضوعات. خب بچه کامنت چرا نداریم؟ کامنتمون کجاست عزیزان؟ هم زبانانه عزیز، هم راهانه گرامی. چه پسری حالا چطوره؟ من خوبم. الان لایوی. خب اینجوری هم باید بگم که خانواده، دوست، آشنا، غریبه، همه میبیننت. خب در حالتی باش که بدونی که این قضیه داره اتفاق میفته. خب الان لایوی رضا یه سلام علیک بکن که شبت بخیر عزیزم. چه خبر؟ شب یلدات مبارک. بچه ها میخوان همه طول رو شرکت کنم. جان؟ توی چی شرکت کنم؟ تعداد بچه ها بالاست. همه میخوان توی ویدیوش باشن؟ حالا توی یه نفر میخواد باشه. خیلی هم عالی است. آقا من به بچه های گروه داریم، ما با همین رضا و اونی که پسر خالم سپر رو که شریک جرما هستن هیچ کدوم جواب ندادن. یعنی من تو گروه گذاشتم هیچ کدوم جواب نداد، طبق عادت که اصلا سپر کلا نبود. رضا رو باهاش هماهنگ کرده بودم و محمد هم گفت من نیستم. محمد یکی دیگه از دوستمونه. رضا رو گیر آوردم امشب. خب برای اولین باره صدای منو میشنوی قشنگ؟ آره خوب میشم. خب رضا برای اولین بار دارم رونماییش میکنم میاد توی لایو صحبت بکنه. ببین رضا، دیدی هواپیما یه دونه جعبه سیاه داره؟ جعبه سیاه که ببینید چه اتفاقی افتاده تو زندگی رضاست، توی زندگی من رضاست که امیدوارم حواست باشه سقوط نکنن دیگه. دقیقا همین خواستم بگم که یعنی رضا رو بفهمم پیدا کنن دیگه تمومه. خب رضا جان خودتون معرفی میکنی؟ من رضا. عالی. من رضا. خب خیلی هم عالی. آقا رضا پسر خاله منه. ما
26 قسمت یه برنامه 26 قسمت به نیت 26 نفر 26 تن 26 قسمت برنامه ساختیم به اسم استودیو میلاد و اکثرا عکسایی که با هم داشتیم رو گذاشتم. خیلی از خاطراتی که ما داشتیم خوششون اومد، یعنی خیلی باور نمی‌کردن خاطراتی که تعریف می‌کردم. گفتم آره با رضا رفتیم اینجوری، مثلا یه ماشین بود ما اصلا ترمز نداشت، ما هم رفتیم مثلا تا شمال، بعد یارو نگاه می‌کرد گفت فداش با این ماشین ما گفتیم آره، گفت خری عشان صورتمون نگاه که این خاطرات زیاد داریم، ولی بچه‌ها فهم می‌کردن که مثلا من دارم خالی می‌بندم. خب اول از همه که شب یلدات مبارک عزیزم. امیدوارم که در کنار همسر عزیزت، خانواده گلت من میبینم که یک بطری وا شده احساس میکنم. در کنار خانواده عزیزت. اینم بهت بگم که الان مادر من داره این لایو رو نگاه میکنه. از همینجا سلام میفرستم به مادر، پدر، برادرهای عزیزم و خاندان. باید عیناست به خدا سولات انبه گفت انبه یا امه؟ امه بشد نمیخواه اونو مثلا واسه 5 دقیقه میذاشتی کنار رو قلیونو. بگو آقا میشم انبه. خب چه خبر؟ چیکارا میکنی؟ زندگی به دیگه قابل پخشه رو باید بگی دیگه، میدونی که حالا یه مقدار در حد مثلا قبل از تو داشتم با سعید صحبت میکردم، سعید سرمدی. خب داستانی که هست اینه که چه روزایی داشتیم ما، یادته استودیو پیک تهران؟ آره استودیو پیک تهران یادمه. استودیو چیزم یادمه آجه میرفتیم اینجا کجا بود؟ امید برخوردار اسمش یادم، فقط امید برخوردار یادمه. استودیو جام جم بود اگه اشتباه نکنم. آره جام جم بود. رضا چه روزایی داشتیم، چه روزایی میرفتیم. ببین یادته صبح بیدار میشدیم هر روز میرفتیم استودیو. آفرین اینو میخوام بهت بگم، یه دقیقه گوش کن. ماهی 300 تومن آجی یادت میاد میگفتم که رضا ساعت مثلا 11 وقت ماه، خب بعد بلند میشدیم بعد اینجوری میکنیم ساعت چنده، میگو 11:30. بعد میرفتیم میدیدیم ساعت مثلا 11:50. میگفتم چرا اینجوری میگی؟ میگو والله نمیدونم ساعتم خراب شده، باتری نداره، روند میکرد واسه خودش. مثلا میرفتیم اونجا میدیم نیم ساعت هم زودتر رسیدیم. چرا این چه فازی بود؟ چه فازی بودین؟ آتی همیشه این اخلاقو دارن دیگه، از بچگی رو بوده متاسفانه. نیم ساعت زودتر میرفتیم میشستیم اونجا. آقا یه مقدار بگو دیگه از خاطر میخوای یه عکس بهت نشون بدم؟ یه عکسی اخیراً نشون دادم توی چیز، بذار ببینم میتونم اینجا پیداش کنم. یه عکسی هستش توی اون یکی پیجت بودش ما توی ماشینیم، خب و یه نفری داریم چیز می نوشیم، آب هویج می نوشیم. اینها دقت کن به این عکس. این خیلی چیزه. این جایت گفتی که برو یه دونه چیز بگیری، میخوام داستانشو بزرگ بگیر. اینو داستانشو من تعریف کردم، دوستم از زبان تو بشنویم. گفتی برو یه آفریج بزرگ بگیری جوری که عشق کنیم. من رفتم پایین گفتم باشه. بعد رفتم به یارو نشون داد گفت که این کدوم؟ گفتم اون سطحیه رو بدید. گفت که آقا این سطحیه رو نمیتونید بخورید. گفتم آقا میخوریم اصلا نگران نباشید. بعد گرفتم آوردم نشون به اون نتیجه 3 ساعت داشتیم آفریج می‌خوردیم. و اینجا نگاه کن منو، اینجا من خب دارم دنبال دستمال میگم، یعنی جوری بود که یارو لب به لبم پر، خدایی حلالواری لب به لب پر کرده بود یارو. آره ریخته بود. اینجا دارم دنبال دستمال کاغذی میگردم. سپر هم داره کمک میکنه به این قضیه که من پیدا کنم دستمال کاغذی رو.
واقعا سال 2018 هم هستش، یعنی میشه 97 96 تو این مایه ها عید بوده. پس یادت این خواهد. بذار ببینم باز میتونم عکس پیدا بکنم از این داستان ها. خیلی از این عکس ها. آقا این عکس وای من، آقا برای اولین بار فکر میکنم خودم رو دارم نشون میدم. این قیافه رو ببین، قیافه رو ببین. این یادته؟ نمیدونی که چیه موجوده اتفاق. عکس من هم بود دیگه، واقعا معجزه شده. چی میگین؟ آقا این چه سالیه؟ رضا بچه این رضاست. این شخصی هستش که الان دارید توی تصویر مشاهده میکنید. رضا چند سالمونه اینجا؟ اینجا فکر کنم 14-15. محمد کاش بودش تو لایو. محمدم نشون، آقا محمدم نشون بده. این محمده. آخه یزید این چه عکسیه؟ آجی محمد واقعا شفاف پیدا کرده. محمد آخه نیستش به چیز نشونش بدیم که بچه ها ببینن چجوری بوده محمد، چی شده. اگر یه فاتحه بفرستی، خب یه فاتحه بفرستی نیت بکنی فال میگم. برای همه تو میخوام فال بگیرم. نیت کنی بچه ها. من نیت کنم؟ آره دیگه. اول تو فاتحه بفرست. فاتحه بلد نیستی بفرستی؟ نه بلدم. فاتحه بفرست. فاتحه برای حافظ بفرست. برای حافظ فاتحه بفرستی دیگه. تعجب میکنی چرا ها فاتحه بفرستم؟ بوم. الله رحمت رسول حافظ کرد. خدا بیامرزه. یه نیت هم بکن. نیت خوب ولی ها، نیت خوب، نیت بدی نداشته باشی. نیت بد نداره شهرم. خدا حفظش کنه. نیت خوب کردم بگو. خیلی هم عالی. میریم که ببین زدم روی فال. خب میریم با هم دیگه بشنیم فال تو. چیه این؟ چی میگه؟ از خود حافظ داره میزنه. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست. در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. خب خیلی فال زیباییه. بذار معنیشو برای تعبیرشو داد. آب داری میخوری انشالله دیگه. آب دیگه انشالله. خیلی تشنت بوده احساس میکنم. دوست گرامی، مراقب اطرافیان خود باش، زیرا به هیچ وجه نمیتوان از ظاهر افراد به نیات و باطن آنها پی برد و قضاوت کرد. در کار خیر حاجت به هیچ گونه مشورت و استخاره نیست. به خدا توکل کن و اقدام کن. از طعنه ها و عیبجویی های ناآگاهان و بخیلان هراس به خود راه نده و برای خودت زندگی کن. فریب ظواهر و زیبایی های زودگذر زندگی را نخور و از ریا و درویی پرهیز کن تا موفق شوی. انشاءالله. آجی من یکی از پرهیز کارم ببین میشه نگاه. خداوند با پرهیزکاران است. من فادر پرهیزکارانم. 100%. اون ورم بگو یه نیت کنن یه فاتحه بفرستن. بچه ها یه نیت کن. فکر نکنم بفرست فاتحه بفرست. صلوات بفرستید دیگه. صلواتو که میتونید بفرستید دیگه انشالله. نیت بکن. نیت کنید. آقا اینا نیتی نیستن. پس من همینجوری بزنم. نه آقا فال بگیرم. همینجوری
من یه فال گرفتم انشالله که گوش بدیم. معنیشو براتون میخونم، تعبیرشو براتون میخونم. میگه که خواننده محترم، فداکاری و ایثار و از خودگذشتگی در راه عشق راستین و حقیقی نزد عاشق امری طبیعی و لازم الاجراست و عاشق حقیقی میتواند همه هستی خود را در راه معشوق فدا نماید و معشوق نیز در این کارها عاشق خود را امتحان امتحان میکنه. شما در دوران حساس و سرنوشت سازی قرار گرفته و تمام اعمال و کارهای شما زیر ذره‌بین قرار گرفته و امتحان میشوید. زیبا بود. امیدوارم که به دلتون نشسته باشه عزیزان من. بیش از این مزاحمتون نمیشم. خیلی خوش گذشت. کلاود گروپ شد میلاد. اینترنت قطع شد. مراقبت کن از خودت دیگه رضا جان. دوست دارم. مخلصم. شبت بخیر. یلداتم مبارک. میبوسمت رضا جان. مراقب خودت باش. سلام برسونم. قربونت. شب یلداتونم مبارک. خدافظ. خب عزیزان دل، برگشتیم به دور همی خودمونیمون. امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه. 2 ساعت و ربع لایو بودیم، مهمونهای ویژه‌ای داشتیم و مزاحمشون شدیم. امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه. یه 2-3 تا بچه‌ها کامنت بیایید بذارید صحبت بکنیم، با هم تعامل داشته باشید. من متاسفانه امشب نتونستم کامنت ها رو زیاد جواب بدم به خاطر اینکه مشغول بودم، درگیر بودم و صحبت ها میدونی اینجوری قاطی میشد اگر میخواستم کامنت بخونم، چون دوستانی که به من ملحق میشدند دوستانی بودن که میدونی به هر حال منو داشتن از طریق واتساپ، از طریق تلگرام میدیدن و در جریان نمیتونستن باشن ببینن که من دارم چی رو میخونم و صدا قاطی میشد و نمیدونم اینا. تو همدیگه تداخل ایجاد میکرد. به خاطر همین مجبور شدم که اینجوری این قضیه رو پیش ببرم و امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه. امیدوارم که شب یلدای امسال شب یلدای پربرکتی باشه براتون. امیدوارم از این برنامه خوشتون اومده باشه. امیدوارم در کنار عزیزانتون خوب و خوش و خرم باشید و تا برنامه بعدی و لایو بعدی شما رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم. راست یادتون نره بچه‌ها، مراقب خودتون باشید. شب یلداتون مبارک. خدا نگهدار همگیتون. بای بای تا لایو بعدی. فعلا.